سلام و درود، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و باحال و خفن. امیدوارم حالتون عالی باشه. آقا چنل جدید زدیم. حالا ویدیو هم قبلتر رکورد ادیت شده بود که توی همین چنل آپلود کردیم و قضیه از چه قرار همینجوری خیلی کوتاه توی اینترو بگم. اینکه آقا نمیشد واقعا هم ویدیوهای ریاکت و فان و اینا توی چنل گیمینگ باشه، برای همین توی این چنل تنها ریاکت ها رو میریم، ویدیوهای خفن و باحال قرار اینجا بذارم و توی اون یکی چند فقط مختص گیم ها رو پلی میدیم، گیم ها رو معرفی میکنیم، DNS VPN براتون میارم معرفی میکنم. حتما هر دو تا رو ساب داشته باشید. دمتون خیلی گرمه، حمایت کنید بره بالا این چنل. دمتون خیلی گرمه، لایک و کامنت و سابم فراموش نشه. بدون هیچ مسئله‌ای بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خز و خیل بابا خیلی زیادی جدیدن توی اینستاگرام و حالا یه دختری هست کلن شده سم خالص. یعنی ببین سم آوردم براتون، اسید خالص، اسید سولفوریک. یعنی چه اسید سولفوریک؟ نمیدونم، اطلاعی ندارم. خب بریم سراغ ویدیو اول. رفیق اگه بین من تو چیزی به هم بخوره اون استکانه، اونم برای سلامتی. نفهمیدم، این صداشو خیلی زیاد کردم. رفیق اگه بین من تو چیزی به هم بخوره اون استکانه، اونم برای سلامتی. What؟ اصلا یعنی چی؟ نمیدونم، اطلاعی ندارم. آها، یعنی این رابطش خیلی سفت و سخته. فکر کنم منظورش باید همین باشه. من چیز دیگری درک نکردم از این. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم، شاید اصلا فهمیدم بعدا. نگاه به قیافه کیوت من نکنید. همینطور که انقدر گوگلی ام میتونم زندگی تو رو سیاه کنم. این آخرش وای سگه، وای نباید به این میخندیدم واقعا. خب بدبختمون میکنه، میتونم زندگی تو رو سیاه کنم. زندگیمون رو سیاه میکنه. میگی چرا قدم میره یقه میاد جلو؟ اشمام حاج، اینستا داری چی کار میکنه؟ بحث اینستاگرام شد آقا. وینستامون هم همینجور روی صفحه میاد، حتما دنبال کنید. ما هم خزی بشیم اینجوری. بریم ویدیو بعدی. نباید بخندیم دیگه، واقعا سعی کنیم نخندیم به این، فقط داریم نگاه میکنیم، یعنی سعی کنیم نخندیم. بیرون رفتنی بهم نمیگن مواظب خودت باش، میگن مراقب باش کسی رو زخمی نکنی. نکشیم اونجا مای. چرا گارد؟ این جمهوری خیلی خفنه، خیلی تو اینستا به درد میخوره. آقا بعضی اصلا تو اینستاگرام با خودشون دعوا دارن. بعد میدونی چیز جالب؟ اون گارد آخری، این گارده که میگیره نکنی. اوکی بریم بعدی. ببینیم بعدی چیه. دیگه انتخاب توه. میخوای من پولدار باش، میخوای نباشی هری. ببین همینطور اگه تو پولدار بودی، همون پنکه بالا سرت نبود، الان یه دیواری تو خونت بود انتر. بعد اگه همونم نیست، چرا صورتش اینقدر پایینی آخه؟ اگه تو اینقدر پول داری باید الان مثل هلیکوپتر میزد آخه. بریم بعدی. به بازم همون خانم است. خب وقتایی که تو به من فکر میکنی من دارم به هدفم فکر میکنم. من کیرم تو اون هدفه. آقا این متنش هیچ، فقط ورود تتلا رو نگاه. من کیرم تو اون هدفه. وای چقدر خوب میگه. یعنی ببین خب چی کار کنیم بعد از این؟ من تو اون جایی که وای اصلا ولش کن نگم. این کسی میتونی نهایت لذت رو برده باشه. ویدیو رو حتما لایک کنی، خیلی کمک میکنه به چنل من، به خود من انرژی میگیرم از اینکه بیشتر براتون ویدیو بسازم، چه تو این چنل تو اون یکی چنل حتما داشته باشید. دمتون خیلی گرمه. تا یه دور دیگر بدرود.